اینجا سیانا فوده، من سینا، منم کیانا. اومدیم با یه غذا از آسیای شرقی 4 مدل سوشی مختلف قرار براتون درست کنیم. 4 تا از اصلی ترین مدل‌های سوشی که کلی هم بهتون نکات مختلف میگیم. ته شما یه سرآشپز حرفه‌ای تو زمینه سوشی میشید. تموم شد رفت تا آخر ویدیو با حالا که برنج مخصوص شوش برنج مخصوص شوشیه. خب ببینم برش کردون دیگه. نه از چی؟ این اضافه چیز کنید مواد دو. طرف فکر می‌کنم چیجوری هم زمان اجرا بدم توضیح کنم. یعنی اول ساختار گرامریت خوب بود، فقط لغت و وکابولری مشکل داشت. لغت و چی رو؟ شما به این شکل سوشی دارید واقعا؟ نیفتی نترکی. انصافا من تو خودم نمیدیدم ولی خب میبینی که میشه. چه شد. فکر کنم خوب رولش نکرده دیگه. این شکلی شد. اینم یه مدل خب با چپستیک در خدمت شما. این برای تست سوشی. فقط چپستیک رو به لبشون میذارن. این چاپستیک. جالبه که بدونید اصلا اولین بار واسه چی سوشی درست شده توی ژاپن. به خاطر این بوده که مردم ژاپن اصلا از همون موقع‌ها دنبال عجله بودن. اینقدر می‌خواستن بودن کار کنن. اصلا قدیما هم شکلی بودن. الکی نیست که ژاپن شده می‌دونید. دنبال یه غذا بودن سری خورده شه، دست و پا گیر نباشه، همه جا بخورن. یه سرآشپز معروف میاد سوشی رو اختراع می‌کنن. اختراع که اولین بار میپذه. آره که همیشه با انگوش خوردش، هم با چاپستیک، همه جای عمومی هم میشه خوردش. اینجوری میشه که اصلا سوشی وارد سفره مردم. و یه نکته جالبی که داره اینه که سوشی اولا اصلا به این شکل نبود. یعنی برنج رو با نمک ماهی خام میذاشتن داخلش که فقط ماهی رو بتونن نگهداریش کنن و بعد برنج رو میریختن دور، نمیخوردنش. بعد که حالا شکل گرفت به این شکل. برنجای سوشی دونه هاش گرده و ریزه و هر چقدر که میپزیش در نهایت نرم میشه ها، ولی اصلا شفته نمیشه. یعنی دونه دونه برنج به حالت چسبنده میمونه. یه فرق اصلی هم که با برنجای دیگه داره گفتی چیه؟ چه؟ ذکر نکرد قیمتش خیلی گرونه. یعنی تقریبا کیلویی 500,000 تومنه و حالا این تفاوت و اینا به خاطر همینه. بقیه چیزایی که داریم چیه؟ سوشی و حالا اینکه برنج مخصوص برنج مخصوص شوشیه. خب بعد سوشی رو خب برنجش رو تمدار میکنن دیگه، با سرکه تمدار میکنن که اصلش این سرکه های برنجه. با سرکه سیب هم بعضیا تو خونه میخوان سوشی درست کنن استفاده میکنن، ولی خب سرکه برنج اصلیشه. طعمش خیلی نزدیک همون سرکه سیبه. این کوچولو تندتره. نوری یا جلبک های سوشی رو داریم. این متای پهن کردن سوشی رو داریم که من روش سلفون میپیسم بابت اینکه برنج بهش نچسبه. همون حسیر خودمونه. آره ولی خب بامبوه دیگه. ما 4 تا سوشی قراره 4 تا رول اصطلاحاً درست کنیم. 2 تا اول از خرچنگ و میگو داریم استفاده میکنیم. حالا کنارش متریالای دیگه که تو ویدیو میبینیم. میگوتون اگر اینجوری جمع شده است به چوبی بکشینش، بعد سرخش کنید صاف میشه. خب بریم. جمله بزرگان هم میگن که شما سوشی نیستی که سردت جذاب باشه و سعی کن اون گرم بشه. به این ویدیو یه نکته‌ای که داره اینه که شما مهم نیست حتما سرآشپز باشی. صرفا با دیدن الان من قراره از دست کیانجو نگاه کنم و درست کنم و حالا تهش احتمالاً خوب میشه. حالا می‌بینیم با هم. بچه‌ها اول حالا برنجش رو یه سری نکاتش رو بهتون بگم. برنجش رو حتما باید 3-4 دفعه بشورید که نشاسته اضافهش بره. بعد بذارید 20 دقیقه بپزه. هر مقداری که برنج دارید یه ذره از اون مقدار بیشتر آب می‌خواید. یعنی مثلا اگر شما 300 گرم برنج دارید 320 گرم آب می‌خواید واسه پختنش. بعد میذارید 20 دقیقه تو همون قابلمه خنک شه. بعد بهش مخلوط سرکه برنج، نمک و شکر رو میریزید توش. 20 دقیقه دیگه هم میمونه که هم برنج طعمدارتر بشه هم چسبنده تر شه. حالا میزان این سرکه ها رو براتون توی دیسکریپشن میگم سینا جون برید. هرگز نشه فراموش دستکش پوشیدن که یه ذره چرب شه که به برنج نچسبه به دستت. خب چیکار بکنیم استاد؟ ورقای نوری یا جلبک 2 تا سطح داره. شفاف و زبر. ما از سمت زبرش نیاز داریم. اینا خیلی جالبه. جلبک ها رو تو ژاپن پرورش میدن. تو سطح دریا بزرگترین پرورش دهنده دنیاست ژاپن. بعد خیلی پرخاصیت، یعنی هر 100 گرمش مثلا 6-7 گرم پروتئین داره. منابع عالی و فیبر رو، یعنی یه دلیلی که عمرشون انقدر زیاده که واقعا چیزای خوب میخورن. آره. به این مدلش میگن نوری، به مدل یکم خیسش و نرمترش میگن ناما نوری. آشپزی نمیکنه ولی خدای اطلاعات. به سوشیایی که برنج رو باشه میگن اوراماکی. به سوشیایی که برنج تو باشه میگن ماکی. خب همین دوتا رو داریم؟ آره دیگه. کروماکی چیه؟
نه اون پرده سبز اشتباه. من خیلی به خودم از وقتا میمونم. شما برای اینکه اوراماکی ببندین تقریبا 100 گرم برنج نیاز دارید. بدون که خیلی بهش فشار بیاره یه دونه توپک درست میکن. درست کن دیگه. 100 گرمی بردارم. دیگه دست نیست که ترازوه. اینجوری یه دونه توپک فقط مواظب باشه خیلی له نشه. یه دونه تو پول نازی. وقتی از ترازو استفاده نمی‌کنی دیگه چشمی 2 تا گوله اینقدر خوبه دیگه. آره این تقریبا 100 گرمه دیگه. ما وزنش نکردیم. پهن کردن بدون اینکه برنجای بیچاره رو بکوبین کامل پهن میکنید. بعد چون قرار اوراماکی باشه یه کوچولو از این نوریتون به اندازه نیم سانت بزنه بیرون. تو از اون برداری باز میذاری؟ تو از کدوم برداری باز میذاری؟ از هر وقتی که دلت میخواد دیگه. من از این بر میبندم از اون بر باز میکنم. ولی خوبه که نریخ. ما آخه تو همه ویدیوهامون استراتژی غذایی که انتخاب میکنیم احتمال ریختن داره. هنوز ما چیز نیستیم که هنوز نرولیدیمش. شاید خیلی صرف شده. یه ویدیو داشتیم راجع به کوبیده خیلی استرس داشتیم. بریز حالا اگه ندیدید بالا این ویدیو میذارم حتما برید اونم ببینید. اونم نریخت. این تا دم ریختن میریم ولی خب تهش سربلند میشه. تو همون قسمت یه فاصله گذاشتی رو میشه من نشون بدی؟ نشان که این ورش زرمانم جلوتر. بچه‌ها در نهایت یه همچین چیزی میشه. و برای اوراماکی اینجوری برش میگردونی. ببین اصلا اینجوری با آدم حرف میزنه. بلند میشه اینجوری. برش گردون اشکال نداره. برش گردون. نه اشکال نداره شه درسته این همه چیش. ببین برش گردون دیگه. نه. نه. از چی؟ این اضافه هاشونی سینه‌شونی برگردونه اینا. اینجوری. آها نه بکوبیم. خب اینو بدم. اونو بردار. بچه‌ها ببین چی پیچیدن براتون خودش. امتیاز بدید. خب اضافهش میمون دیگه. الان اضافه نداره. با نیم سان خیلی کمه اینا بیا. آها. واسه اوراماکی همیشه یه تقریبا 5 تا حسیر فاصله بدین. 1 2 3 4 5. اینقدر مثلا حالا دقیقاً نشماری 5 تا اینقدر خوبه فاصله بدیم. ما اینا رو پهن کردیم گذاشتیمشون کنار که مواد داخل سوشی رو پاک کنیم و ادامه مسیر. من میخوام براتون خرچنگ کار کنم. خب فلفل که شما میزنی با آووکادو روشم سالمون دودی براتون در نظر گرفتم. حالا اولین باری که می‌خواستی سوشی بخوری یادته چه حسی داشتی؟ می‌ترسیدم اون خامی ماهیه بوی زخمش بزنه تو ذوقم و نتونم اصلا بخورم چون سوشی هم واقعا این شکلیه. یا شما سوشی خیلی دوست دارید یا اصلا کلا سوشی دوست ندارید. حد وسط نداره. حالا منم اولین بار واقعا همین حس رو داشتم که چقدر الان قراره یه چیز خامه اصلا بی‌طعم و اینا بخورم. ولی خب از اونجایی که دوست دارم غذای هر فرهنگی رو امتحان کنم دوستشم بخورم. ولی بعد اینکه امتحان کردیم واقعا دیدیم اونقدر چیز بدی نیست. یعنی چون خب بالاخره برنجش پخته شده است اصلا اونقدر اون مزه خامی رو آدم نمیگیره ازش. و واقعا من خیلی از سوشی‌ها تنوعشون چه میدونم میگوی پخته دارن میگوی سوخاری دارن مرغ و انبه مثلا. آره یعنی اگه تو دلتون هست فکر نکنید که حتما باید یه چیز خام امتحان کنید. یعنی مرغ و هزار جور چیزی میزنن که به مذاق بقیه خوش بیاد. حتما به نظرم ترای اتم کنید. اینا رو قاطی زدیم حالا قراره پهنشون کنیم. خرچنگ چرخ شده یه ذره از وسط مایل به سمت خودتون بذارید یعنی وسط نوری نچینید موادو. خب اینا رو من همزمان با تو یاد میگیرم اوکیه دیگه. خوبه که میگی. این دوم اینم میذارید این شکلی بیرون تهش میبینید که قاچ بزنید چقدر بامزه میشه. یعنی مثلا تو رسیپی اصلی نبود پیاز چه خودمون حس کردیم باحال میشه. یه اصلا خیلی انتخابیه یه سری از چیزا به نظرم. ولی خیار رو همشون دارن. یعنی ماشاءالله ژاپنی‌ها خیار خورن. یکی از معروف ترین و ساده ترین سوشی‌های جهان هم خیار داره. بعد دفعات اول خیلی مواد سنگین نکنید که راحت بتونید رولش کنید. شما با 2 تا شستتون اینو باید بیارید بالا و اینا رو نگه دارید. بعد مطمئن باشید اولین رولی که میزنید و میرسید به برنج تمام مواد پشت بامبوتون باشه. همینجا تولید به مصرف. یعنی میگه شما اینور خروجی کارو میبینید. خب من مطمئنم اینا پشتن. خب مطمئنی نگه میدارید. بدون اینکه چیز کنید موادو طرف فکر می‌کنم چجوری همزمان اجرا بدم توضیح کنم. یعنی قبلا ساختار گرامریت خوب بود فقط لغت و وکبولری مشکل داشت. لغت و چی رو بلند میکنید این بامبو رو مواد رو نگه میدارید با دستتون دوباره یه رول دیگه این شکلی میزنید کار جمعه اینجوری یه ذره سفتش میکنید.
اینجوری صفرش کنیم. بچه سوشی درست کردم براتون. و شما سوشی دارید. بابا کارو بگیر خودش. اما من خیلی باش برم نمیرم. سینا استرس داره. حالا اینجا میتونید تنظیم کنید چیزایی که میخواین. من سیاه‌رونه میریزم روش مقدار. شما میتونید کنجد و سیاه‌رونه بریزید. ولی من براتون سالمون دودی در نظر گرفتم چون اصلا جدا در جدولمون باز بودیم. خیلی خوشگل شد. قربونتون برم. اینجا بزن روش. ولی واقعا به نظرم با اینکه خیلی ساده درست میشه، کلا اولا که ما آشپزیشون خیلی دوست داریم، مثلا آشپزی با هم آشپزی کردن خیلی مزه میده، ولی پیچیدن این سوشی هم به من خیلی مزه. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی اینو بزنم کنار. شما به این شکل سوشی دارید واقعا. نیفتی نترکی. انصافا من تو خودم نمیدیدم ولی خب میبینی که میشه. دفعات اول برای اینکه موقع قاچ زدن سوشی وانر سوشیتون دورش حتما سلفون بپیچید بعد قاچش بزنید. بتونن یاد من ببرن. بعد همه جا میشینه میگه من خودم آشپزی. من بدون اصلا سلفون پیچیدن میتونستم اینو قاچ بزنم. گفتی که منت گذاشتی سر بچه. از بچه‌های پشت صحنه که نداریم از شما خواهش میکنم برید ظرف سرو رو بیارید. ظرف سرو؟ آره. تو اون باید سرو کنی؟ بله. این بدبختی ها رو دارم. دینگ 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 دینگ. این سوشی ها رو که رول کردیم توی سلفون به چاقوی لب نازک تیز نیاز دارید که حتما هم تو ظرف آب خیسش کنید که نچسبه. بعد با نام یاد خدا بسم الله الرحمن الرحیم از وسط نصف می‌کنیم. بعد هر کدوم از اینا رو به 2 تا قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و سلام نامه تموم. خدمت شما بخشش چاقو. تا اینجاش که خوب پیش رفت. چاقوتون مهمه که تیز باشه. بعد این از سلفون خیلی راحت این شکلی درش میاره. این وسط شما ببین کار تمیزی شیکیشو ببین. میرسیم خدمت. میریم واسه 2 تا بعدی ها. تا ادامه باشید با همون بعدی مرغ و انبه واسه کسایی که انبه دوست دارن و اگه خیار و پنیر. اسمش اگه گفته چیه؟ کاوازاکی کاپاماکی معروف‌ترین و ساده‌ترین سوشی جهان. برو بریم. خب 2 تا مدل خوشمزه و خوشگل سوشی رو درست کردیم. الان قراره یه اوراکامی دیگه درست کنیم که مرغ و انبه است و اینجا یه دونه اوراکامی نویسنده خفنی. یه ماکی داریم. ماکیا رو ببینید دیگه برش نمیگردونیم، بالاش 1 سانت از اون جلبک خالی میمونه. این روش جلبک داخلش این مدل ماکی هم که میخوایم درست کنیم اسمش کاپاماکیه. در واقع معروف ترین و ساده ترین سوشی جهانه. فقط توش خیار داره که ما بازم از خودمون با مزه بازی و خلاقیت به خرج میدیم پنیر میزنیم. خب برو بریم. خب من اولین پنیر رو استفاده میکنم چون موقعم به پنیر داره. اول اینجوری پنیر خامه‌ای رو من پنیر خامه‌ای رو تمدار کردم با سیب. خیارامو بذارم. این دیگه خیارش زیاد باشه دیگه. چون فقط خیاره. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی غذای تقریبا آسونیه. حالا آسون که نمیشه گفت ولی به اون قدری که آدم فکر میکنه چقدر سخت درست کردنش اصلا سخت نیست. یعنی راحت میتونم بگم که از خیلی غذای ایرانی حداقل راحت‌تره، مثلا قرمه سبزی و فلان و اینا. غذاهای ایرانی خیلی یه سری چیزای خاص خودشو داره. خب به این شکل انبه و آووکادو. هر چی حال کردی گذاشتی؟ نه انبه و آووکادو گذاشتم، مرغ و پنیر. میریم برای رول. اینجا رو گفته بودن که تا اینجا میاری. پنیرش چجوری نمیریزه؟ پنیرش اون پشت دیگه. خب ببین باز نگاه نکرد خدا شاید. پنیر باید اونور بریزی دیگه. خب پسر خوب. ولی آقا همینم میشه. من دیگه دستم راه افتاده. خب این که تا اینجا اومد. این لبه رو خیس نکنید. بچه اونقدرم که فکر کنید آسون نیست. ولی شد. اصلا عالی شد. ایشالله که شده تقریبا. چه بار شد. فکر کنم رولش نکرده دیگه. این شکلی شد. این هم یه مدل. خب بده من درستش کنم. ما چیزم میپذیریم تعمیرات و تعمیر. ببین تو دیگه به خودمون قرار شدیم گفتیم آسونه. خداوند من ها کار در آورد. خب تا اون درست میکنی من اینو بگم که آقا شاید باورتون نشه یه سرآشپز ژاپنی یه رول سوشی رو یعنی 5 تیکه رو به ارزش $2 میلیون فروخته. یعنی من اونی که خریده رو اول دوست دارم ببینم. $2 میلیون یعنی مثلا با دلار الان 120 میلیارد تومان 5 تا تیکه. دغدغه مردم. شاید بگی داخلش چی بوده؟ ورق طلا کار کرده، الماس نمیدونم آفریقایی و ورق طلا رو ما شنیده بودیم میخورن. الماس رو میخوری تو فکر نکنم بخورنش، یعنی فقط دیزاینش. چون اصلا تو
مثلا نمیشه ادامه مسیر چیزی خورد دیگه. این ساده ترین سوشی جهانه، شاید باورتون نشه. بچه‌ها اینو از دست دادیم. خیلی من براتون یکی دیگه از اینا درست کنم. بچه‌ها چون ما اون از دست دادیم، متأسفانه مریض قبلی از دست رفت، یه دونه جدید. به من گفتن آسونه ولی نه که سس اینا هم مواد داخلشه. مرغ داره، مرغ سوخاری تیکه شده، مایونز، چیلی و آووکادو. اینم که فقط باز پنیر و خیار داره. الان خب واسه من خودم هم درست کنم. آخ من منتظرم صحنه‌ام شب باورتون نشه چون پشت صحنه من دعوا کرد. پیش میاد دیگه سوشی. میگم سسش کلوف نشد؟ نه کلوف. باحاله. با دستمال. اون چه بامزه شده. اینا رو دیگه ما پشت صحنه دوباره تلفن میپیچیم و کات میکنیم میریم برای تست. در نظر تو الان کدومش خوشمزه داره؟ در درجه اول میگو این بچه که آخر سر من نظرم میگوی بالتر و برو بریم با چپستیک در خدمت شما این برای تست سوشی. فقط چپستیک رو به لبشون میذارن، این چاپستیک و من به نظرم خوردن اینا یعنی سوشی با چاپستیک سخت‌تر درست کردنشه. میتونی به عنوان کسی که من با این سوشی دردسرساز شروع میکنم و این کلا میتونی به عنوان یه ژاپنی اصیل با انگشت بخوری. اصلا اولین بار به خاطر اینکه میشد با انگشتم خوردش افتضاح شد. ما خودم اصالتا بچه ژاپنی. اینجا هم یه سری چیزا داریم که حالا کیانا جون توضیح میده براتون. دیگه سویا سس و واساپی و ترش زنجبیل خیلی توضیح خاصی نداره، ولی واقعا به نظر من اصلا چرا واساپی میخوام؟ اصلا من واساپی دوست ندارم. این دردسرساز خیلی خوشمزه شد. خدای پنیرم خوشمزه‌اش کرد و یعنی فقط خیار بود. ناره خودش. ابتکار ببین جواب میده. اون واساپی هم یه تروب ژاپنیه. رندش میکنن واسه اینکه باکتریای بد ماهی، چون ماهی خام حالا ممکنه سری مشکلات و مثلا مسمومیت و اینا به وجود بیاره، اونو برطرف میکنن. خیلی بدمزه. چه جالب. یعنی خواص ضد باکتریایی داره. آره فکر کنم که مثلا سردی ماهی و اینا رو هم میگیره. بالاخره خامه دیگه. میدونستی خود ژاپنیا ترشی زنجبیل رو فقط به عنوان دکور میذارن کنار سوشی؟ یعنی پیش یه ژاپنی نباید ترشی زنجبیل رو بخوری. چرا؟ نمیخورن دیگه، دکوره. بعد اصلا خوب نیست که هی این شکلی به چاپستیکاتون رو به هم بزنید، به خاطر اینکه بی احترامی به صابون است. نشون میده که جنس چاپستیکاشون خوب نیست. و یه چیز جالب دیگه، هیچ وقت نباید چاپستیکو مستقیم بذاری روی میز، اونم بی احترامیه. حتما یاد بذاری تو بشقابت یا بذاری روی دستمال کاغذی چیزی. اینم خیلی خفن شده بچه‌ها. این که اصلا از روخش معلومه. یعنی اگر با ماهیش مشکل دارین حتما از این رسیپی استفاده کنید. چه بزرگ شد. هم خودش بی‌نظیره. سس روش هم خیلی خوبه. اینم من یکم سویاییش کنم. این جایزه داره. این دومشو بعد چیکار کنیم؟ تو که جایزه‌شو برداشتی با دومش بخور ببین چی میشه دیگه. آره نفته. دیگه اونجوری که تو مستقیم برنجو زدی. این خوردنش خدایی سخت‌تر است. دومش دکوری آخه. نه. تو چرا اول نگفتی؟ آخه دیدم درجه برداشتی جایزه. من بخوری حال کنی. نه ازم مرغ اصلا بالاتر بود. بعدش میگو همون که اول گفتیم. این دوتا هم توی مایه ها بودن. واقعا میتونید خیلی راحت سوشی رو خونه درست کنید با طعمای عالی، با کیفیت بیرون کاملا میشه درستش کنید. بی‌نظیره. و خونه هم درست کنید هزینه‌اش پایین‌تر در میاد. ما اینجا نوشته بودم میگفت یه رول سوشی رو 1 میلیون تومان میفروشن یه جاهایی، مثلا پری دریایی توش داره اجازه. مثل همیشه یکی از غذاهای جذاب ما هم به انتها رسید. تموم شد و رفت. اگه علاقه‌مندی به تاریخچه غذاهای مختلف و نحوه درست کردنشون، پیشنهاد می‌کنم که کانال رو سابسکرایب کنی، ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندی. همین دیگه. ماش به کله همتون. بای بای.